یکی از حسرت‌های بزرگ انسان که خیلی کشنده است، ما از این بدتر نداریم، این که انسان وقتی که میمیره میفهمه تمام مدت خدا نشسته بود منتظرش. اینجا نشسته بودم تو بیایی با هم حرف بزنیم، با من حرف بزنیم، من با تو حرف بزنم، بیایم همدیگه رو بغل کنیم. ما وقت نداریم. ما اگه معرفت داشته باشیم، یکی از بخش‌های لذت بخش زندگی اون همینه. بقیه رو قال بذاریم، بریم سراغ این ارتباطات، بریم سراغ این عشق و حالا، این انسا، این حرف زدن ها. خدا رحمت امیرزاده میگه من خیلی وقت با خدا کار دارم، خدا همش ولم نمیکنه، خدا همش با من کار داره. ما وقت نداریم بریم برای رفیق بازی. ما اینقدر که اهمیت میدیم فلان کس از آدمای زمینی ما رو دوست داشته باشه، محلمون بذاره، حواسمون نیست. خیلی بد آدم با بی معرفتی بمیره که خدا منتظر تو بوده. ولی هر وقت بری، تعبیری که خدا داره، خدا میگه هر وقت میخوای دوستم داشته باشی، میخوای بیای سراغم، منو مهیا میبینی، آغوش من همیشه به روی تو بازه.